به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هم میهنان ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر کجای جهان که زندگی میکنید سربلند و پیروز و موفق باشید. من افشین عبداللهی هستم و با یک ایرانسازان دیگر در خدمت شما خواهیم بود. همونطور که اطلاع دارید سری جدید ایرانسازان با همکاری جناب آقای منصور حسانی در راستای اطلاع رسانی و آگاهسازی شما عزیزان تهیه و تقدیم حضورتون میشه. من امیدوارم که بتونیم با این برنامه قدمی هرچند کوچک در راه آزادی ایران برداره. همونطور که همیهنان عزیز مطلع هستید در برنامه یک ایرانسازان پروژه‌ای رو ما مطرح کردیم در قالب اعتراض ملت دستپاک ایران بر دست ناپاکان حاکم بر آنان. در این پروژه جناب آقای منصور حسانی در این خصوص توضیحاتی فرمودن، ولی متاسفانه با محدودیتی که ما در زمان برنامه داریم پاسخ ایشون ناتمام موند و من امیدوارم که بتونیم در این برنامه پاسخ کامل این سوال و این پروژه رو از ایشون داشته باشیم. به همین خاطر در ابتدای برنامه من خدمت ایشون درود عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم. با درود به شما افشین عزیز و یارانی که در تهیه این برنامه با ما همکاری و مشورت دارند. همچنین با سلام خدمت هممیهنانمون در هر جای جهان که هستند، به خصوص هممیهنانی که در حال مبارزه و در کار و پیکار هستند در میهن و ما به همین دلیل این برنامه ها رو در خدمت اونها هستیم، چون بخشی از همین هممیهنان ما از ما میخواهند که صدای اونها باشیم و این صدا رو هرچه رساتر تبیینش کنیم، بازش بکنیم و همون صدا رو برای بقیه هممیهنانی که در جریان این صداها قرار ندارن به اصطلاح قرار بدیم. حالا ما رسیدیم در برنامه شماره 1 به اونجایی که چرا ما در پروژه دستهای پاک در برنامه ایرانسازان کمی داریم گفتگو بیشتر میکنیم، چرا که بایستی مسائلی رو روشن بکنیم که برخی از هممیهنان ما به خوبی ذهنشون با این مسائل آشنا نیست و چرا ضرورت پیدا کرده که این بحث رو ما امروز بعد از اینکه تجمعات پرشور و سراسری 5 مرحله معلمان رو در کنار هم به پیش بردیم و پس از اون که اعتصابات و اعتراضات و جنبش‌های کارگری می‌بینیم کماکان ادامه داره و هر روز جلوه‌های نوین از خودش رو نشون میده و حالا اعتراضات جدیدی که در جلوی زندان اوین و میدان ونک صورت گرفت، همچنین پیگیری و ادامه این حرکت‌ها و اعتراضات تبدیل شده به یک ستون‌های ثابتی که ستمدیدگان دادخواه ایران زمین دارن در بیرون از زندان‌ها در کنار زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی و مبارزینی که از گذشته حتی قبل از اینکه این جنبش‌های جدید به وجود بیاد در زندان‌ها حضور داشتن و این تلاش‌ها رو می‌کردن برای اینکه به نوعی به مردم ایران نشون بدن که ما به عنوان بخشی از بدنه اجتماعی مردم ایران کماکان صدا داریم، حرف داریم، نظر داریم و دیگر نمیخواهیم دنبال روی حکومتیان باشیم. حالا چرا ما بحث دنبال روی از حکومتیان رو مطرح میکنیم؟ چون نمیخوایم نه دنبال روی جناح اصلاح طلبش باشیم و نه دنبال روی جناح اصولگراش. به چه دلیل؟ چون واقعیت ها داره نشون میده و ما برداشتمون از واقعیت ها این هست که امروز اگر چنین شرایطی در میهن ما حکم فرما شده، نتیجه همکاری و رفتاری است که حاکمان ایران، کسایی که از نظام ولایت فقیه پشتیبانی کردن و میکنن، کسانی که هنوز از چارچوب‌های قانون نظام ولایت فقیه یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی بیرون نمیان و کسانی که حالا که میبینن سطح نارضایتی‌ها، سطح اعتراضات و مقاومت‌ها در حال گسترش هست،
دوباره یک جناحی از همین حکومتگران دارن میان خودشون رو نزدیک بکنن به این بدنه معترض، به این جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران زمین، تا دوباره به نوعی فکر میکنن این جنبش ستمدیدگی و دادخواهی رو و این فریادهای عدالتخواهی رو جذب مثلا بخش جناح اصلاح طلب حکومتی بکنن. از اینجا این ضرورت دستهای پاک پیدا شد در رابطه با گفتگوهایی که با عزیزانمون در زندان داشتیم، عزیزانمون در داخل کشور، جنبش همبستگی، جنبش دموکراسی خواهان، دوستانی از لگام و بقیه جریاناتی که امروز با شجاعت در سندیکاها، اتحادیه‌ها و مبارزات مختلف کارگران، مزدبگیران، معلمان در داخل ایران در حال کار و پیکار هستند. جناب استاد، سوالی که الان مطرح میشه این هست که آیا پروژه دستان پاک شامل قشر خاصی از جامعه ایران میشه یا همه رو در بر میگیره؟ چه کسانی که در خارج ایران هستن، چه کسانی که در داخل ایران هستن، تفاوتی نمیکنه؟ پروژه دستان پاک شامل همه اقشار جامعه ایران در خارج و داخل ایران میشه؟ اتفاقا سوال بسیار بجاست افشین جان، چرا که دوستای دیگه هم که در فضای داخل کشور با این ماجرا الان دارن درگیر میشن و گفتگو میکنن روی همین مسئله جنبش همبستگی و دستهای پاک و این که تا کجا این پروژه پیش میره صحبت دارن. دقیقاً سوال همینه، کسایی که حکومتگرا نبودن، هیچ وقت در نهادهای عالی این حکومت خدمت نکردن، در بیت رهبری چه این رهبر چه اون رهبر و در مقامات وزارتخانه ها، در مجلس و در سطوح عالی تصمیم گیری هر سه شاخه قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه اجراییه، و در ضمن کسایی که مدیر کل، استاندار، رؤسای ادارات، رؤسای حراست‌ها، سپاه، نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی که مردم رو سرکوب کردن و هر فردی که در کشتارها، در سرکوبگری‌ها، شلاق زدن‌ها و همچنین در شکنجه مردم ایران در زندان و بیرون از زندان نقش داشتن که اتفاقاً خود مردم اینها رو خوب میشناسن. یعنی اینا دست ناپاکانی هستن که دستهایشون هم به خون و هم به جان و هم به ثروت ملی مردم ایران آغشته است. اینا همونایی که الان در پرونده بابک زنجانی ها مطرحن، همون کسانی هستن که در پرونده رضا زراب ها مطرحن، همون کسانی هستن که همراه مجتبی خامنه ای با برخی از فرمانده های سپاه پاسداران در غارت سرمایه‌های ملی نقش داشتن، کسایی هستن که در کنار هیئت مؤتلفه و با استفاده از راندهای حکومتی و اسکله هایی که هیچ نظارتی روشون نبوده میلیاردها میلیارد کالا وارد کشور کردن و صنعت داخلی، تولید داخلی مملکت رو به ورشکستگی کشوندن. اینها کسانی هستند که در مجموع در جبهه مقابل مردم ایران قرار دارند و همین الان هم مشغول سرکوب و ایجاد تفرقه در بین مردم هستند. حالا این نیرویی که میتونه این سرکوبگری، این تفرقه انگیزی و این جنایتکاری رو بکنه و همه اونها در کنار هم ذره ذره در اینکه کشور ما رو به این وضع امروزی بکشونن نقش داشتن، مسلماً اینها همون کسایی هستن که دستهای ناپاکی دارن. در مقابل اینها کسانی از هممیهنان ما هستن، بسیاری از هممیهنان عادی در بدنه جامعه ما که هرگز این فرصت و این امکان در اختیارشون نبوده که جزو این دست ناپاکان باشن، اختلاسات چند میلیونی یا چند صد میلیونی یا چند میلیاردی داشته باشن، در غارت سرمایه‌های ملی نقش داشته باشن، محیط زیست رو مثل سران و فرمانده‌های سپاه و شهردارا و استاندارا برای منافع شخصی و باغ و ویلای شخصیشون نابود کرده باشن، مسیر آبها رو منحرف کرده باشن، جنگل‌ها رو سوزونده باشن که اونجا ویلا سازی کنن یا زمیناشو بفروشن، حاشیه یا رودخونه ها رو مثل همین الان شهردار تهران، فرماندار تهران و شهردار منطقه یک تهران در شمال تهران، مناطقی که کنار رودخونه های مثل کن و سلوغون و جاهای دیگه دارن
اطلاعیه میدن در روزنامه‌ها که ملت بیاید زمین بغل رودخونه بخرید. اینا منابع ملی است. حریم 100 متر از دو سوی رودخونه و ساحل دریا حریم منابع ملی و از لحاظ محیط زیست جهانی غیر قابل ساخت و دستبرد است. همه کسانی که از کوچک تا بزرگ در این پروژه میهن ویران کن حضور داشتن جزئی از این دست ناپاک هستند. و چه کسای پاکانن معلومه. اینی که الان تو زندانن عزیزان ما مثل بهنام ابراهیم زاده، مهدی فرای جاندیز، ارژنگ داوودی، سعید ماسوری، نرگس محمدی، بهاره هدایت، آتنای دائمی، آتنای فرقدانی، زینب جلالیان، آقای بهمن آگوشی در زندان زاهدان و ده ها نام دیگر که به تدریج اونها رو ما در برنامه‌های بعدی پروژه دست‌های پاک مردم ایران در همین برنامه ایرانسازان با همدیگه معرفی خواهیم کرد. پس دامنه دست‌های پاک بسیار وسیع. تمام کسانی که در کشتار مردم، غارت مردم، دزدی از سرمایه‌های ملی، نابودی محیط زیست، تجاوز به حقوق عمومی و حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشری مردم ایران نقش نداشتن، دست نداشتن، دختر مردم رو تو خیابون کتک نزدن، اون یکی رو به خاطر بی‌حجابی لعنت‌مال نکردن، اون دیگری رو به خاطر نوع اندیشش یا دگر اندیش بودن یا دگر باش بودنش توهین بهش نکردن و وجود انسان‌ها رو به خاطر انسانیت محترم دونستن، همشون در این پروژه دست‌های پاک جا میگیرن، چه در داخل کشور چه خارج کشور. منصور عزیز سپاسگزارم. در انتهای برنامه هستیم با توجه که وقتمون هم کم هست. تشکر میکنم از حضورتون و هم میهنان از خداحافظی بکنیم تا بریم در ایرانسازان بعدی باز هم بپردازیم به پروژه دستان پاک. من هم از اینکه وقت میذاری، زحمت میکشی و این همه به اصطلاح فرصت زندگی خودت رو در اختیار جنبش و مردم ایران میگذاری قدردانی میکنم. امیدوارم همکاری‌های مشترک ما نسل‌های مختلف مردم ایران زمین راهکاری داشته باشه برای نجات میهن از شرایط حاضر و رسیدن به یک جامعه دموکراتیک، لاییک، سکولار و مردمی. با تشکر از جناب آقای اوسانلو و همچنین شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه ایرانسازان این هفته بودید. شما میتونید برنامه‌های ایرانسازان رو بر روی سایت خبری www.khabargar.com و همچنین در شبکه جهانی اندیشه برنامه همبستگی نو پیگیری کنید. من شما عزیزان رو به خدای بزرگ ایران زمین میسپارم. بدرود تا درودی دیگر.